در اوج تنش‌ها افغانستان و پاکستان و مسدود ماندن تمامی راه‌های بازرگانی در بیش از یک ماه پسین میان دو کشور، حکومت آن کشور فشار بر دانشجویان افغان را به شدت افزایش داده. دانشجویان افغان در پاکستان در نوارهای دیداری که به تلویزیون یک فرستادند میگویند که نیروهای پاکستانی دانشجویان قانونی در آن کشور را بازداشت و مورد خشونت قرار می‌دهد. همکارم بلال آریان در این مورد بیشتر میگوید. در پی تنش‌ها میان امارت اسلامی افغانستان و رژیم نظامی پاکستان، روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان شدت گرفته است. ارتش نظامیان کشور مهاجران افغان را به گونه خشونت آمیز بازداشت کرده و فشارهای زیادی بر پناهجویان افغان وارد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نیروهای نظامی پاکستان بدون در نظر داشت وضعیت حقوق بشری و رفتارهای غیر انسانی مهاجران افغان را به گونه اجباری برای اخراج به مرز افغانستان منتقل می‌کنند. روند اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به ویژه در سال 2025 وارد مرحله بحرانی شده است. روند بازگرداندن هزاران پناهجوی افغان همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین گزارش‌ها شماری از دانشجویان افغان که در دانشگاه‌های پاکستان مصروف تحصیل بودند نیز از آن کشور اخراج شده‌اند. خانم‌ها را، زن‌ها را، اطفال همگی از بلاک تا کردن بردن پلیسا. ببینین اینی موتر پلیس است، اینی اول مهاجرین افغان به جرمی که پناهنده هستند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات پناهندگان، تنها روز گذشته 4203 پناهجو از طریق گذرگاه اسپین بولدک و 446 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در پاکستان به طور ویژه هدف عملیات‌های نیروهای رژیم نظامی پاکستان قرار گرفته و در پی اخراج اجباری قرار دارند و افزایش این بازداشت‌ها نگرانی‌های گسترده را میان جامعه رسانه‌ای ایجاد کرده است. حاکمان و مقامات پاکستان بنابر پالیسی‌ها و سیاست‌های غلط و ظلم‌آمیز و محاسبات نادرست و شکنجه و چل و فریبی که با مردم داشتن، حالا میرن رسوا میشه. به این طریق میخواه که گلو و فعالیت‌های مطبوعات خاموش کنه یا را تابعدار بسازه. بو خاطر به شکنجه و اذیت و تهدید ژورنالیست‌ها میپردازن. روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان پس از اقدامات سختگیرانه مقام‌های رژیم نظامی پاکستان بعد از تنش‌های مرزی میان دو کشور افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. مقام‌های پاکستانی همواره ادعا دارند که گروه‌های هراس افغانی در داخل خاک افغانستان حضور دارند، ادعاهایی که نادرست بوده و از سوی امارت اسلامی افغانستان همواره رد شده است.